الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با توفیق الله سبحانه و تعالی درس های خود را با همراهی شمایان ادامه خواهیم داد باذن الله تعالی. و درس امروزه ما و شمایان از کتاب فقه میسر، فقه آسان بیان، آن چیزی که مطابقتی قرآن و سنت است که این کتاب را گروه از علماها جمع آوری کردند که ما با همراه شما یک چند موضوع رو از این کتاب گرفتیم. امروز با توفیق الله سبحانه و تعالی الباب الثالث، باب سوم، فی قضاء الحاجة و آدابها. باب سوم باب در بیان قضای حاجت، درباره قضای حاجت و آدابهای آن صورت میگیرد. و این باب دارای یک چند مسئله های است و این باب در بیان قضای حاجت، برآوردن قضای حاجت یک چند مسئله های را در بر میگیرد. و مسئله اول این باب میفرماید که الاستنجاء و استجمار و قیام احدهما مقام الاخر. بیان استنجا و استجمار و عوض یکی با دیگری قائم مقام دیگر شدن. اولا استنجا چی است و استجمار چی است؟ استنجا این پاک کردن و دور کردن چیز از دو راهی که از بدن انسان، از دو مخرجی که میبراید، چی مقعد باشد چی پیشاب باشد خارج میشود، این رو با آب شستن را استنجا میگویند. اما استجمار باشد پاک کردن دو مخرج، مقعد یا که پیشاب با سنگ، کلوخ و هر چیزی که قائم مقام این هست استفاده برده می شود. پس مسئله اولی که ما در اینجا باید با همراهی شمایان سخنرانی کنیم، بارک الله فیکم، در بیان استنجا و استجمار و هر چیزی که قائم مقام این دو رو میگیرد یا اینکه یکی در عوض دیگری. و استنجا چگونه که بیان کردیم، پاک کردن و دور کردن چیزی که از این دو راه، از مقعد و پیشاب میبراید، از پیش پس میبراید خارج میشود، با آب شستن رو ایرا استنجا میگویند، دو مخرج رو با آب تازه کردن. اما استجمار باشد پاک کردن و پاکیزه نمودن این دو مخرج با سنگ یا کاغذ یا لته و هر چیزی که قائم مقام این میگردد، یعنی هر چیزی که از جهت شریعت استفاده آن جایز و رواست، مثل سنگ و غیره. و هر کدام از این دو استنجا و استجمار برای پاک شوی بسنده است. یکی از این بسنده است، زیرا در این موضوع از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. اولا دلیلی که از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده است، میفرماید که کان النبی صلی الله علیه و سلم، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یدخل الخلاء، هنگامی که داخل حاجت خانه میشدن از برای قضای حاجت، فاحمل انا و غلام نحو اداوه من الماء، من با همراه یک غلام دیگری آب میگرفتیم، یک ظرف آب رو با خود میگرفتیم، و یستنجی بالماء، و با این آب رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را پاکیزه میکردند. روایت بخاری و مسلم. و در این مورد، در مورد پاک نمودن با آب، دیگر حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. از مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا ذهب احدكم الى الغائط، اگر یکی از شما به سوی حاجت رفت، به سوی حاجت خانه رفت از برای قضای حاجت، فلیستتب بثلاثه احجار، پس با سه سنگ خود را پاکسازی کند، فانها تجزی عنه، زیرا آن همی سه سنگ برای پاک شوی کفایه‌گری میکند، بسنده است. روایت ابو داود و ابن ماجه. یک جا کردن استنجا، آن که با آب شسته می شود، و استجمار با سنگ یا که قائم مقام آن استفاده برده می شود، یعنی که اول سنگ یا که کاغذ سپس آب، این بهتر است، امر خوب است. اما می تواند که یکی بدون دیگری هم اجرا شود، تنها با یکی از اینو استفاده برد. استجمار این با سنگ یا چیزهایی که شبیه آن است تازه کنی، این مورد پاک و مباح می باشد، مثل یگام کاغذ یا که یگام لته یا که یگام سنگ، چوب و غیره از این چیزها جایز و روا می باشد، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم با سنگ استجمار کردند. هر چیزی که مانند آن باشد، پاک باشد، حکم این را نیز میگیرد. الله خیرتان دهد. و در استجمار باید نه کمتر از 3 مرتبه یا با 3 سنگ یا با 3 چیز پاک کرده شود. این مسئله مهم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث برای ما بیان کرده فرمودند، چگونه که حدیث سلمان است رضی الله عنه، نهانا یعنی النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را من کردند. سلمان فارسی میگوید رضی الله عنه، ان نستنجی بالیمین، این که ما با دست راست استنجا کنیم، خود را پاکیزه نماییم، و ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا با کمتر از 3 سنگ پاک نکنیم، یعنی که از کمتر از 3 نباشد. و ان نستنجی برجع عظم، و همچنین
رسول الله فرمودند که با نجاسات، با استخوان یا که پاروی حیوان ها نیز استجمار نکنیم، خود را پاکیزه نکنیم. روایتی مسلم است. و مسئله دوم میفرماید که استقبال القبلة و استدبارها حال قضاء الحاجه. مسئله دوم مسئله مهم است. میفرماید طرف قبله روی آوردن هنگام قضای حاجت، طرف قبله روی آوردن یا پشت رو طرف قبله گرداندن، قبله روبرو یا پشت کردن هنگام قضای حاجت. و بدون ای برادر و خواهر گرامی که هنگام قضای حاجت در صحرا، اگر انسان در صحرا باشد، در بیابان یا که جای کشاد باشد، اگر حجاب یعنی دیوار یا مانعی وجود نداشته باشد، رو به قبله نشستن یا پشت رو طرف قبله گرداندن این جایز نیست، ناجایز و ناروا است. و دلیل آن حدیثی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه است. یعنی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی را برای ما روایت می‌نماید که فرمودند اذا اتیتم الغائط، اگر کسی از شما اگر که از برای قضای حاجت رفتید، فلا تستقبلوا قبله، پس رو به سوی قبله ننشینید. گفتند رو به سوی قبله ننشینید. ولا تستدبروها، و همچنین پشت خود را طرف قبله نگردانید. گفتند ولیکن شرق و غرب، گفتند صلی الله علیه و سلم، بلکه رو به شرق یا که غرب قرار بدید خود را. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند. و ابو ایوب گفت فقدمنا شام، هنگامی که ما به سوی شام یعنی به سوی سوریه رفتیم یا که آمدیم، فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبه، و دیدیم که حاجت خانه های آنها به سمت قبله ساخته شده است. فننحرف عنها و نستغفر الله، پس ما رویمون را از آن میگردانیدیم، از طرف قبله رویمون را میگرداندیم و از الله سبحانه و تعالی آمرزش میطلبیدیم. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند. اینجا دیگر سپس مؤلف مسئله های را در این باب، در باب قضای حاجت سخنرانی میکند. میفرماید که اما اگر شخص در داخل ساختمان مانند خانه، حاجت خانه باشد، یا آن که میان او و قبله چیزی باشد که او را بپوشاند یا مانع شود از روبرو شدن به طرف قبله، مثل دیوار باشد یا که پرده باشد و غیره، پس در این حالت روی آوردن طرف قبله هنگام قضای حاجت یا پیشاب یا که حساب اشکال ندارد. گفتند در این حالت اشکال ندارد. و دلیل آن حدیث ابن عمر رضی الله عنهما است که فرمودند انه رأى رسول صلی الله علیه و سلم، اینکه ابن عمر دید رسول الله صلی الله علیه و سلم را یبول فی بیته، در خانه خود رو به طرف شام و پشت طرف قبله نموده پیشاب میکرد. یستقبل الشام و یستدبر الکعبه، پیشاب میکرد. روایتی بخاری است، الله خیرتون دهد. و همچنین حدیث دیگری را از مروان اصغر که میگوید اباخ ابن عمر بعیره مستقبل القبله، ابن عمر فرزند حضرت عمر رضی الله عنه است. میفرمایند که شطور خود طرف قبله گذاشتند، در پیش قبله گذاشتند. ثم جلس یبول الی، سپس نشست و طرف قبله چیز قضای حاجت میکرد، یعنی پیشاب میکرد. فقلت، یعنی که مروان با سوی ابن عمر گفت یا ابا عبدالرحمن، ای ابو عبدالرحمن، الیس قد نهی عن هذا، آیا از این ما من نشده ایم، یعنی که از پیشاب کردن طرف قبله؟ قال بله، گفتم بله از این ما من شده ایم. و انما نهی عن هذا، بله فی الفضاء، بدرستی که قضای حاجت نمودن طرف قبله یا که پشت رو گرداندن در حالتی که اگر پیش انسان چیزی نباشد، در این حالت من شده است. اما اذا کان بینک و بین قبله شیء، اما اگر بین تو و بین قبله اگر چیزی باشد، چیزی مانع باشد، یکم دیواری باشد، یسترک فلا باس، اگر تو رو پنهان کند بپوشاند، پس در این حالت هیچ باکی ندارن. گفتن ابن عمر رضی الله عنهم. این حدیث را امام مسلم در کتاب طهارت حدیث 264 ذکر و داوری کردند. با وجود همه این، شیخ میفرماید که بهتر است و افضل آن است که شخص هنگام قضای حاجت چی در داخل ساختمان باشد و چی در داخل حاجت روی خود را و پشت خود را طرف قبله نکند. از باب افضلیت، از باب بهتر به قبله هنگام قضای حاجت خودداری نماید به طرف قبله، زیرا احترام نمودن قبله این از هر مؤمن مسلمان طلب کرده می شود. الله سبحانه و تعالی داناتر است. مسئله دیگر، مسئله سوم، ما یسن فعله اذا دخل خلاء، آنچه که سنت است برای کسی که میخواهد داخل حاجت خانه بگردد، یعنی کسانی که میخواهند از برای قضای حاجت داخل حاجت خانه بگردند، چی چیزها برای وای سنت است؟ سنت است که شخص هنگامی که داخل حاجت خانه میگردد این دعا را بخواند: بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. معنایش، ترجمهش به نام الله، بسم الله، ای الله پلیدی، من از پلیدی و پلیدان به سوی تو پناه میبرم. خبث در اینجا شیطانهای نرینه، خبائث شیطانهای مادینه را میگویند که تو به سوی پروردگار از این دو نوع شیاطین پناه میبری. سپس هنگامی که انسان از داخل حاجت خانه بیرون میگردد، غفرانک میگوید. هنگامی خارج شدن از حاجت خانه، غفرانک، یعنی که از تو آمرزش میطلبیم ای پروردگار.
پروردگار هنگام برآمدن از غذای حاجتخانه تو آمرزش میطلبی و هنگام داخل شدن بر حاجتخانه با پای چپ میدروی و با پای راست میبروی. این است دیگر از سنت ها، با پای چپ در آمدن و با پای راست برآمدن. و دیگر از سنت ها این است که هنگامی که انسان میخواهد قضای حاجت نماید، یعنی که خود رو پایین کرده نشسته، سپس عورت خود رو، اعضای شرمگاه خود رو، یک لباس خود رو سپس بکشد، به زمین نزدیک شده. یعنی شخص نباید عورت خود رو برهنه کند مگر وقتی که نزدیک میشد به زمین، یعنی به جای نزدیک شدن به جای زمین نزدیک میگردد، سپس لباس خود رو. و همچنین دیگر از سنت ها برای انسان مستحب است که خود را دور کند. اگر در بیابان باشد، در یگام صحرا یا یگام جای دیگر باشد، خود را دور کند، از مردم خود را دور نماید و از مردم خود را پنهان کند تا کسی او را نبیند، سپس بر زمین خم شده لباسش رو کشیده قضای حاجت نماید. و دلیل ها بر این عمل ها، بر این سخنانی که این سنت هایی که ما گفتیم، دلیل بر اینها اولا حدیث جابر است رضی الله عنهما، خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرماید ما با همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم به سفر برآمدیم، فی سفر و کان رسول صلی الله علیه و سلم لا یأتی البراز حتی یغیب فلا یرى، و او هیچگاه برای قضای حاجت نمیرفت مگر اینکه دور میشد و پنهان میگشت از نظر مردم تا کسی او را نبیند. روایت امام ابو داود و ترمذی. و همچنین حدیث علی رضی الله عنه در این مورد یادآوری می شود که فرمودند الستر ما بین الجن والعورات بنی آدم، پرده، ستر، مانعه میان جن و عورات فرزندان آدم، انسان ها، وقتی که به حاجت خانه می رود باید چی بگه؟ میگه اذا دخل خلا، هنگامی که داخل حاجت خانه می شود، ان یقول بسم الله، اینکه بسم الله بگوید. پس پرده میان تو و میان این شیاطین و جن ها گفتن بسم الله هست هنگام قضای حاجت. این حدیث را امام ترمذی و ابی داود روایت کردند. و همچنین حدیث انس رضی الله عنه در این مورد است. حدیث انس رضی الله عنه در این مورد است که فرمودند که هرگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حاجت خانه می در آمدند میگفتند، چی میگفتند؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، که ترجمهش گفتند که پروردگارا من به سوی تو از این خبیثی ها، شیطان های نرینه و مادینه پناه میجویم. روایت بخاری و مسلم است. و حدیث عایشه که ذکر شد فرمودند که کان رسول صلی الله علیه و سلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از حاجت خانه بیرون میشدند چی میگفتند؟ غفرانک، یعنی از تو آمرزش میطلبم. این حدیث را امام ابو داود و ترمذی و ابن ماجه روایت کردند. حدیث صحیح است. و این دعاهایی که ما هنگام قضای حاجت کردن، هنگامی که داخل حاجت خانه شدن و برآمدن میکنیم، این دعا اشاره ظاهر به آن دارد که پس از برآوردن احتیاجات خود انسان، هنگامی تو قضای حاجت مینمایی، احتیاجات های خود رو میبراری، بنده به سوی پروردگار رجوع میکند و از او سبحانه و تعالی پناهندگی میبرد و از او سپاسگزاری میکند بر اینکه حاجت خود را برآورده کرد و جسم خود را پاکیزه کرد و خود را از این ناآلایش ها دور کرد. و حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا كان اراد الحاجه، هنگامی که اراده قضای حاجت میکرد، لا يرفع ثوبه، لباس خود را بالا نمیکرد، حتی یدنو من الارض، حتی اینکه به زمین پایین میشد. روایت ابو داود. پس این عمل برای پنهان داشتن عورت، اعضای شرمگاهی خود بنده است و احترام به حیا و دلالت بر پاکدامنی انسان مینماید. و شریعت اسلامی تعلیم میدهد برای ما و شما که انسان حتی در تنهایی نیز اگر باشد شرمگاه خود را چیکار نماید؟ پنهان نماید. چون اگر چند در تنهایی هم باشد، در آنجا شاید شیاطین و جن ها هم قرار بگیرند که این دعاها و این ذکرها خاص برای ما ذکر یادآوری شده است تا که ما اینها را انجام بدهیم و خود را محافظت نماییم از هر وسوسه هایی که در انسان واقع میگردد. الله خیرتان دهد. مسئله چهارم ما یحرم فعله علی من اراد قضاء الحاجه. این مسئله مهم است. میفرماید که آنچه برای کسی که میخواهد قضای حاجت کند حرام است. یعنی هنگام قضای حاجت یک چند مسائل، یک چند چیزهایی هست که انسان باید از آن خودداری نماید، برای او حرام است. اولا پیشاب کردن در آب ایستاده، آبی که جاری نیست، غیر جاری است. حرام است که شخص در آبی ساکت، آبی بی جریان مانند حوض یا پول پیشاب کند. و دلیل آن حدیث جابر رضی الله عنه است که فرمودند انه نهى عن البول فی الماء الراکد، یعنی که نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیشاب کردن در آب ایستاده من کردند. روایت مسلم است. حدیث 282. سپس راست دست رسانیدن به عورت، یعنی با دست راست هنگام پیشاب کردن آن را داشتن و با دست راست پاکیزه کردن. حرام است که انسان هنگام پیشاب کردن عضو خود، یعنی اعضای عورت خود را، تناسلی خود را با دست راست بگیرد یا که با دست راست آن را تازه نماید بشوید. و دلیل آن حدیث
حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که فرمودند اذا بال احدکم، اگر هرگاهی که یکی از شما پیشاب کند فلا یاخذن ذکره بیمینه، نباید با دست راست عضو تناسلی خود را بگیرد. فلا یستنجی بیمینه، و فرمودند در دوام نباید با آن خود را نیز بشوید، پاکیزه نماید. روایت بخاری و مسلم است. و قضای حاجت در راهها، زیر سایه‌ها، باغ‌های جمعیتی، زیر درختان سر میوه دهنده یا نزد آبها نیز جایز و روا نیست. یعنی حرام است که شخص در این جایها پیشاب یا که غائط قضای حاجت نماید. و دلیل آن حدیث معاذ است رضی الله عنه که فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا الملاعین ثلاثه، گفتند از سه چیزی که سبب لعنت شدن مردم می شود پرهیز کنید: البراز فی الموارد والقارعه الطریق والظل، قضای حاجت در جای آب، در جای آبگذر، در جویها و غیر مکانها، در میان راه و در سایه، جاهای نشست مردم که سه مکانی هست لعنت مردم بر بالای سر انسان می آید. و در حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقوا اللعانین، گفتند از دو چیزی که سبب لعنت میگردد انسان پرهیز کنید، بپرهیزید. قال، گفت و ما لعننی یا رسول الله، و گفتند آن دو چیزی که لعنت شده است ای رسول الله چیست؟ فرمودند الذی یتخلى فی طریق الناس او ظلهم، آن کسی که در راه مردم یا سایه آنها قضای حاجت میکند. روایت مسلم است، حدیث 269 است. و همچنین حرام بودن خواندن قرآن در حالت قضای حاجت، حرام بودن خواندن قرآن در حالت قضای حاجت اینم قطعا جایز نیست. از این مردم بپرهیزند. خواندن قرآن در حاجت خانه یا هنگام قضای حاجت حرام است، زیرا جای و حالت برای ذکر الله سبحانه و تعالی مناسب نیست. و همچنین برای انسان حرام است که استجماع، خود را پاک کردن با نجاست حیوان ها باشد، با استخوان یا چیزی که مورد احترام مردم قرار میگیرد، مانند طعام های محترم مردم. و دلیل آن حدیث جابر رضی الله عنه است که فرمود که نه نبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن، من کردن ان یتمسح بعظم او ببعر، اینکه نبی یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از استجماع، از پاک کردن خود با استخوان یا نجاست حیوان ها من کردن. روایت مسلم و ابو داود. و همچنین حرام است قضای حاجت کردن در بین قبرهای مسلمانان، در بین قبرهای مسلمانان قضای حاجت نمودن این قطعا جایز است و حرام است. بارک الله فیکم. در این مورد حدیث ابن ماجه هست که ناجایز بودن قضای حاجت نمودن را بین قبرها بیان می نماید. بارک الله فیکم. مسئله پنجم از این کتاب فقه میسر میفرماید که ما یکره فعله للمتخلی، یعنی کارهایی که برای کسی که قضای حاجت میکنه مکروه است، ناشایسته است. رو به سمت باد نشستن، به پرده، به دیوار، رو طرف باد نشستن، طرف شمال نشستن برای انسان مکروه است. برای شخصی که هنگام قضای حاجت می نماید طرف سمت باد بنشیند، اگر یگام دیوار یا پرده روپری او نباشد، در پیش وی نباشد، تا که خود پیشاب انسان را شمال به طرف انسان چیز نکشاند. و همچنین سخن گفتن هنگام قضای حاجت، علما میفرمایند که مکروه است که شخص هنگامی که در حاجتخانه قرار دارد و قضای حاجت میکند در این هنگام سخن بگوید. و دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که روایت مسلم است و دیگران این حدیث را روایت نمودند. فرمودند که فقد مر رجل علی النبی صلی الله علیه و سلم، مرد از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشت آمد و بر او صلی الله علیه و سلم و یبول، در حالی که پیامبر قضای حاجت میکرد، فسلم علیه و لم يرد علیه، و این مرد بر پیامبر سلام داد و رسول الله سلام او را جواب ندادند. و همچنین مکروه است پیشاب کردن در سوراخ‌ها، مثل سوراخی زمین باشد یا که سوراخی دیوار باشد و غیره. مکروه است علما میفرمایند در شکاف‌های زمین یا سوراخ‌ها پیشاب کردن. و دلیل آن حدیث قتاده است از عبدالله ابن سرجیس روایت می‌نماید که فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم نه ان یبال فی حجر، من کردن اینکه در چقری‌ها پیشاب کرده شود. فقیل لقتاده، از برای قتاده پرسیده شد که فما بال الحجر، پس چرا در این چقری‌ها پیشاب نکنیم؟ چرا؟ سبب چیست؟ قال گفت قتاده، قال یقال انها مساکن الجین، گفتن چرا؟ میگویند که اینجا جای زیست جنی هاست. روایت ابو داود و ترمذی. و همچنین احتمال دارد که در آن جگام جانور یا که جین زندگی نماید و بر این جانور یا که این جین انسان آسیب برساند و خود سبب آسیب اینها هم قرار بگیرد. و همچنین وارد شدن به حاجتخانه با چیزی که در آن نام الله است بدون ضرورت جایز نیست. مکروه است داخل شدن شخص به حاجتخانه با چیزی که نام الله در آن نوشته شده است مگر در حالت ضرورت. و دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمودند که کان اذا دخل خلاء وضع خاتمه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستند داخل حاجتخانه بگردند خاتم خود را، چله خود را میگذاشتند، چون در چله او لا اله الا الله بود. این حدیث رو ابو داود
و نسائی ترمذی روایت کردند. بارک الله فیکم. اما در حالت ضرورت مانند پول کاغذی دارد، پول قیمت بها دارد یا که شناسنامه و غیره چیزایی که در آنجا اگر نام الله هم باشد یا که اگر چیز دیگه با کتابش دیگه باشد، اگر در چیزی که نام الله دارد مثلا پول، کارت شناسنامه‌ای یا که حجت هایی که هستند و غیره یا که ورق های قیمت بها، اگر ضرورت پیدا شد با همراه در آوردن آن داخل حاجتخانه آن را در خارج ترک نماید، دزدیده می شود و غیر این حالت ها. در این حالت برای انسان جایز و روا میگه که آن را با خود بدرورد. بجز قرآن به هیچ حالت قرآن را داخلی حاجتخانه یا با خود هنگام قضای حاجت گذاشتن جایز نیست. برای همین در این آخران موضوعی که ما اینجا سخن میگوییم، آخرین نقطه میفرماید که در اینجا اما المصحف فانه یحرم دخوله، اما مصحف قرآن حرام از داخل شدن به حاجتخانه با مصحف، نابسته از اینکه وی را در کیسه خود پنهان میکند یا که در داخل خود میگذاردش، هر حالتی که باشد داخل کردن قرآن داخل حاجتخانه یا که از برای قضای حاجت قطعا جایز و روا نیست. در همین جا ما درس را در بیان قضای حاجت به اتمام میرسانیم. زنده باشیم، اگر سلامت باشیم. در درس دیگه ما درباره مسواک و سنت‌های فطری باذن الله تعالی سخنرانی میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. اگر اگه سوال باشد مرحمت، ما با سوال شما جواب میگردانیم.